امیل سیوران، فیلسوف و نویسنده رومانیایی، به دلیل تأملات بدبینانه درباره پوچی و رنج انسانی شهرت داشت. او در شهر روشیناری رومانی متولد شد و فلسفه خواند. در دوران جوانی، سیوران با بیخوابی شدید دست و پنجه نرم می‌کرد که تأثیر عمیقی بر نگاه او به زندگی گذاشت. او این وضعیت را الهام بخش بسیاری از تأملاتش دانست و می‌گفت بیخوابی او را به درکی عمیق‌تر از پوچی و شکنندگی انسان رسانده است. در دهه 1930 به فرانسه مهاجرت کرد و بیشتر آثارش را به زبان فرانسوی نوشت. از جمله کتاب‌های معروفش میتوان به برقله‌های ناامیدی و دردسر زاده شدن اشاره کرد که در آنها به رنج، مرگ و بی‌معنایی زندگی پرداخت. او زندگی ساده و گوشه‌گیری داشت و هرگز ازدواج نکرد. سیوران در سال 1995 به دلیل بیماری آلزایمر در پاریس درگذشت، اما آثارش همچنان در حوزه ادبیات و فلسفه تأثیرگذار باقی مانده است.